دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان از سومین همایش بین‌المللی علمی عملی تحت عنوان رشد بازار سوغورته کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شرایط رقم‌کننده اقتصادیات میزبانی کرد. در این همایش علمی عملی بین‌المللی عالمان و دانشمندان وطنی با همتایان خارجی خود از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به مانند فدراسیون روسیه، قزاقستان و دیگر کشورهای همسایه موضوع و مسائل مهمترین بازار سوغورته را مورد تبادل افکار قرار دادند. سوغورته در جهان معاصر یکی از بخش‌های مهم نظام مالیوی محسوب شده. امروز آن با راهنمایی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و سعی و تلاش‌های مقام نظارت سوغورتوی و همکاری سودمند تشکیلات سوغورتوی مملکت رشد می‌نماید. Мы можем здесь как раз выбрать те стратегические направления, которые, может быть, не следующий год будут уже внедряться, а внедряться будут через несколько лет. Но сегодня мы задаем направление. И очень важно видеть, когда открыта дверь, войти в эту дверь. И тогда мы пойдем в верном пути. تحلیل‌های آماری 3 سال آخر نشان می‌دهد که نوابسته از تاثیر منفی یکشان پیامدهای ناگوار که باعث کاهش رشد واقعی اقتصادات جهان و افزایش بی‌سابقه تورم در کشورهای ترقی کرده گردیده است، حکومت جمهوری تاجیکستان برای کم کردن تاثیر منفی این عامل‌های بیرونی و اقتصادیات ملی تدبیرهای عملی اندیشید که در نتیجه نشان‌دهنده‌های اساسی ماکرو اقتصادی از جمله نشان‌دهنده‌های بازار سوغورته در این دوره مثبت جنبش شده. از نگاه تجربه برای وارد نمودن تکنولوژی نوی معاصر در سایه سوغورته، یعنی کارکرد و جاری نمودن همیانهای موبیلی در تمام مؤسسه‌ها، وارد نمودن خدمت‌رسانی آنلاینی که وابسته به خدمت‌رسانی سوغورته پیشنهاد کرده میشد. این سرکرده از سوغورته واسطه نقلیات، سوغورته خدمت‌رسانی طبی و سوغورته از حادثه‌های ناخوش پیشنهاد کرده شده است که مردم از استفاده بر آن بهره برند. سری وقت از خدمت‌رسانی سوغورتوی استفاده برده، از بین تشکیلات‌های سوغورتوی بهترین ها را وابسته به طلبات آنها انتخاب نموده از خدمت‌رسانی سوغورتوی استفاده برند. در کار این همایش عالمان و دانشمندان با نظرداشت تجربه کشورهای مترقی، وضع بازار، دورنما و فعالیت بازار سوغورته کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را در شرایط رقم‌کننده اقتصادیات بررسی و تبادل نظر کردند. Одним из самых важных выводов этой конференции является то, что у нас есть возможность не только теоретически обсудить проблемы и перспективы развития страхового рынка, но и все это реализовать на практике. تذکر داده شد که اینوواسیا و رقم‌شوی امکان